هیچ رونالدو فنی نمیخواد این کلیپو از دست بده. این یک کاشت گل بی‌نظیر به نظر میرسه. علاوه بر این کاشت گل پاننکایی رونالدو، اینجا عددهایی وجود دارن که رونالدو فنا عاشقشن و نمیتونن از دستش بدن. تو بازی دیروز النصر تو لیگ برتر مقابل الفیها رونالدو پاس گل خوب به تالیسکا داد، ولی اینجاش بی‌نظیره که یک کاشته به دست اومد، رونالدو بدون عقب نشینی کردن کاشته رو زد. مدافعا چون غافلگیر شده بودن هیچ کدوم نپریدن و توپ با حالت یک چیپ زیبا وارد دروازه شد و یک گل زیبا و فوق‌العاده به ثمر رسید. رونالدو الان 64 تا ایستگاهی گل کردن، فقط یه دونه ایستگاهی گل با لئو مسی فاصله داره تا با هم برابر بشن. النصر تو این فصل 8 تا گل به ثمر رسونده که رونالدو رو 7 تاش تأثیر مستقیم داشته، 3 پاس گل و 4 گل. خیلی معتقد بودن که رونالدو حتی به 800 گل هم نمیرسه، ولی این کاشته گل 899 رونالدو بود و رونالدو فقط یه گل دیگه میخواد تا به 900 گل در دوران حرفه‌ای خودش برسه. اونایی که فکر میکنن رونالدو حتی میتونه به 1000 گل هم برسه، لطفاً این کلیپو لایک کنن.